استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي من كل جرم وذنب وخطأ وشبهة وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تحويه المشاهد ولا تدركه الشواهد وهو يدرك الأبصار اللطيف الخبير. ثم خير التحيات وأشرف الصلوات على الرسول الكريم والنبي العظيم ذي الكرم العميم والخلق العظيم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، سيما أنقاء قاف القدم القائم فوق مرغات الحمم ناظم المناظم الحجة القائم. نور الله وبصر الله عيوننا وقلوبنا برؤيته ولقائه، وجعلنا من خير أصحابه وأنصاره. قال الله الحكيم في كتابه بمحكم آياته: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه باطنة وظاهرة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا کتاب منیر. هدیه به ساحت ملکوتی ولی نعمت بزرگوار، آقا و مقتدای عالمیان، موعود جهانیان، حضرت حجت ابن الحسن، صلوات عنایت بفرمایید. ما معتقدیم وجود نازنین حضرت بقیت الله همانند وجود نازنین حضرت عیسی نظارت و عنایت به این محافل و این مجالس دارند، برای که انشاءالله بیش از گذشته مشمول دعا و الطاف کریمانه اون امام بزرگوار قرار بگیریم. با هم در ابتدای این محفل دعای سلامت حضرت بقیت الله رو زمزمه کنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طویلا. خدایا به حق اون وجود نازنین همه اهل این مجلس و محفل، خاصه این جوانان عزیز رو مشمول دعوات خاصه امام زمان قرار بده. قلب نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بگردان. جمیع ذوی الحقوق ما که در قید حیاتند
علماء ما، پدران و مادرانی که در قید حیاتند، صحت و سلامت و عافیت و طول عمر مرحمت بفرما. حوائج این جمع برآورده به خیر بگردان. لباس شفا به قامت همه بیماران، مریضهای به مد نظر بپوشان. یه صلوات دیگه هم انشالله برای سلامتی خودتون مرحمت کنید. در این چند مجلسی که توفیق پیدا کردیم محضر مبارک شما عزیزان در این مکان نورانی و مقدس باشیم، میخوام یه موضوع مهمی رو مطرح کنیم که در گذشته توفیق طرح این بحث رو به صورت مبسوط نداشتیم، اما مهمه، برای سعادت و خوشبختی ما مهمه. عنوان اون موضوع نعمت شناسی است. این نعمت شناسی که در ادبیات متون مقدس، چه در تورات چه در انجیل و علل خصوص در کتاب قرآن بیان شده، کلید سعادت و خوشبختی است. در علوم روز تعبیرهای مختلفی ازش میشه. بعضن میگن مثبت اندیشی، مثبت بینی. اینها همش برمیگردد به یه اصل مهم که اگر در زندگی ما این مسئله و مفهوم کاملا باز باشه، آشکار باشه و به او مقید باشیم، ان شاء الله مسیر خوشبختی ما در این مفهوم و موضوع نهفته شده. آیات ما هم طبق معمول این آیاتی که از قرآن مجید استفاده میکنیم در صدر عرائض تقدیم میکنیم مرتبط با همین مفهوم و موضوع. این آیه 20 از سوره لقمان شرح مختصر موضوع است. چی میفرماد؟ خطاب ظاهراً به پیامبره، اما وقتی خطاب رو عرض میکنیم به پیامبر یعنی به همه اونهایی که با قرآن انس میگیرن و مخاطبن و حتی اونهایی که با قرآن آشنا نیستن باز هم مخاطبن. ادبیات وحی همینه، چه بدانیم و چه ندانیم ما مخاطبیم. این پروردگار عالمیان با جنس بشر سخن میگه. یه عده گوش فرا میدهند، یه عده مطلعند، یه عده خیر آگاه نیستند. خاصیت وحی اینه. حالا آیه داره به ظاهر خطاب به پیامبر میفرماد. ای پیامبر برای این قوم، برای این خلق، برای مسلمان و غیر مسلمان بگو آیا نمی بینید اون چه که در آسمان هاست و اون چه که در زمین است برای شما مسخر کردیم، برای شما قابل بهره برداری کردیم، میتونید از اینها استفاده کنید، میتونید از اینها بهره ببرید، برای شما امکانش رو فراهم کردیم. بعد از این مقدمه من دارم ترجمه تحت اللفظی رو بیان میکنم به بیان ساده تر. فراز دوم آیه و اسبغ علیکم، و برای شما توسعه دادیم نعمتهای او رو، نعمتهایی که برخیش رو میبینید ظاهره و برخیش رو ملتفت نیستید، اما اینها هم نعمتهایی است که برای شما فراهم شده، شما از اینها بهره میبرید، عبارت باطنه. و بعد در آخرین بخش آیه میفرماد 3 دسته ملتفت نیستن با خدا، با قوانین خدا و با وحی مخالفت میکنن، مجادله میکنن. یک، اونهایی که واقعا علم و اطلاعی ندارن، غیر علم یعنی نمیدونه، واقعا نمیدونه. دوم، اونهایی که از هدایت بی بهره اند، مقصودش اینه که در دایره اعتقادات قرار ندارن، اعتقاداتی نداره، نه به خدا، نه به انبیا، نه به دین و شریعت. و دسته سوم اونهایی هستند که واقعا گمراهند، مسیر برای خودشون فراهم نکردن یا فراهم نشده. ما رو این قسمت از آیه سخن نداریم. میخوام چی عرض کنیم؟ قرآن وقتی در
لابلای آیات نگاه میکنید اشاره میکنه به نعمتها و در ادامه این اشاره میفرماد اگر نعمت رو شناختید وارد دایره توحید میشید، از زندگی بهره میبرید و مفهوم انسانیت، الهیت، عبودیت براتون آشکار میشه. من ساده کنم به بیان امروز، اگر ملتفت بشید خدا به شما چه عنایت هایی کرده و در چه جایگاهی قرار گرفتید، انگیزه شما و امید شما و هدفمندی زندگی شما قطعی میشه. اما افرادی که اطلاع از نعمت ندارن با کمترین نگرانی هایی که در زندگی براشون فراهم میشه مایوس میشن. اصلا داستان افسردگی چیه؟ داستان افسردگی وقتی من مطلع از امکاناتم نیستم، از نعمتها نیستم، ناخواسته از کمترین شرایطی که من رو دچار ناراحتی کرده خسته میشم، از زندگی ممکنه سیر بشم. حالا در این آیه مثال میزنه، میگه برای که ملتفت بشید من 2 نعمت رو ذکر میکنم و سپس اقسامش رو بیان میکنم. این آیه داره میفرماد، میگه 1 اونی که در آسمان هاست. اگر 100 سال پیش میگفتیم نعمت هایی که در آسمانه، شما حد اکثر کلامی که میگفتید خورشید و ماه، نتیجهش یه جذر و مده که برای کشورهایی که اطرافشون دریاست مفیده، یا 4 تا ستاره است که باز هم برای چند نفر دریانورد فایده داره که مسیر رو پیدا کنن. اما امروز شما جوانها کاملا مطلعید در این آسمان چه نعمتهای گسترده‌ای که قرار گرفته. مدارهای آسمان، کرات آسمان، همین تلفنی که بنده و شما یکیمون اون طرف کره خاکی است، یکی این طرف کره خاکی است، با هم صحبت میکنیم. این مدارات ماهواره ها و امثالهم، کارهایی که امروز انجام میشه، عملهای جراحی دیدید شما، 1 نفر در اون گوشه دنیا مثل کانادا یا نروژ یا سوئد، 1 نفر در حوزه خاورمیانه عمل جراحی انجام میدن، قلب رو میشکافن. چطور؟ با ماهواره و اینترنت. پزشک در اون کره خاکی، اون نقطه کره خاکی، بیمار در یک نقطه دیگه. ما فی السماوات، اینا مصداق هاست، اینا نعمت هاست. نیازی نیست ما حتما یه دین معین داشته باشیم. پروردگار در این آیه میفرماد سخر لکم، یعنی برای جنس انسان، مؤمن باشی غیر مؤمن، مسلمان باشی غیر مسلمان، خدا نعمتش رو برای همه خلق قرار داده. این اصل اوله، بپذیریم این نعمتها برای ما خلق شده، ما در این جایگاه هستیم، خدا این امکانات رو داده. و ما فی الارض و در زمین، خیلی از نعمتهایی رو که شما در زمین مشاهده میکنید، من مثال نمیزنم، خودتون کاملا آگاهید. و بعد ادامش تکمیل میکنه، میگه من یه مثال زدم، بخشش رو میبینید. نعمت پدر و مادر، نعمت پدر مادر نعمت مهمی است، بهره مندی از پدر مادر. نعمت یک مکان عبادی که شما دارید. اگر این فضای مقدس براتون فراهم نبود، چقدر سخت بود برقراری شعائر دینی. ممکن بود در گوشه منزل این فضا براتون فراهم میشد، اما این اجتماع، این جمع، این کنار هم قرار گرفتن یه امید قلبی است، یه نعمت جمعی است برای شما و خانواده شما. این که همدیگر رو در این مکانها میبینید، قوت قلب از این عقیده‌ای که دارید، از این اعتقاداتی که به اون متمسکید، چقدر براتون ارزشمنده. این یه نعمته. نعمت فضا و آب و غیره، این ظاهره. و نعمت مقابل اون میفرماد باطنه. یه سری نعمت ها هست که گاهی ما ملتفت این نعمت نیستیم، مثل نعمت محبت، نعمت عشق. اگر پدر و مادری از این نعمت که در میان اونها باید به نص فطرت فراهم باشه محروم بشن، آیا این زن و شوهر به هم توجه میکنن؟ آیا موضوعی به نام تربیت و پرستاری و رسیدگی به فرزند براشون مطرح میشه؟ نعمت محبت، اینی که شما رو دور هم جمع میکنه. اعتقادات یک نعمته، دین یک نعمته. امروز جامعه جهانی پذیرفته که دین نعمته. آیا تصور نکنید که مسیر جهان به سمت بیدینی است؟ بعضا فضای مجازی و امثالهم نکته های رو میشنوید، مسائل رو مواجه میشید،
من عرض میکنم به عنوان تجربه شخصی در بسیاری از کشورهای مهم جهان در قالب قاره ها جریان معنویت رو به رشده. علی‌رغمی که میخواد جریان مادی هم شکل بگیره، توسعه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه، جریان معنویت هم رو به رشده. باز یه صلواتی مرحمت بفرمایید. من نیازی ندارم، اشکال ندارم. حالا یه سلسله افرادی هم هستن این وسط زیرکی میکنن، میدونن جریان معنویت رو به رشده، به دنبال عرضه بدلیجاتند. اینم خاطرتون باشه جوانهای عزیز، مسئله مذهب و معنویت در کشورهای مختلف غربی هم رشد کرده. یه وقت تصور نکنید جریان دین رو به افوله. ما از علائم ظهور همین رو میدونیم. برای یه عده مهم اینه که مفهوم معنویت رشد کنه، در شخصیت افراد، در خانواده و در نظام اجتماعی مؤثره. شکی در این نفرمایید. در این آیه هم میفرماد این نعمته، نعمت باطنی است. این که ما یه مفهوم معنوی داشته باشیم، این توسلی که شما دارید این یه نعمته. اون عبادتی که مسیحی در کلیسای خودش میکنه اون هم یه نعمته. عبادتی که یهودی در کنیسه خودش میکنه اون هم یه نعمته. چرا؟ چون در دل این عبادت هاشون یه مفهوم توحید هست، یه مفهوم عبودیت هست. حالا اینکه کدام یک بتونن اون مسیر توسل، مسیر اصیل عبودیت رو جلو برن، دیگه شما کنه موضوع رو میدونید، من اینجا رو بازش نمی کنم. این برکات و این سفره ها همون کمالاتی است که به شما خدا مرحمت کرده، ما به عنوان نعمت بازگو میکنیم و اگر این نعمت از ما گرفته بشه چقدر کار دشواره. پس پروردگار بفرماد بدان جنس بشر، آدمی، انسان، من برای تو آنچه در آسمان و زمین هست مسخر کردم. اینها رو نعمت ظاهری یا نعمت باطنی است. هشدار، ملتفت باش. اگر ما به این نتیجه برسیم که پروردگار این نعمتها رو به ما عرضه کرده، امیدوار میشیم. گاهی ممکنه برخی از شما جوانها به خاطر فضای نوستالژی و دوری از موطن خودتون بعضن افسرده بشید. اینو من به شما عزیزان عرض میکنم، این سخن و این کلام برای شماست، نه برای اونهایی که در موطن خودشون، در هیئت‌های کشور خودشون از قدیم بودند و حضور دارند. به شما عزیزان عرض میکنم که به ظاهر از کشورهای اولی خود دور هستید، که اونهایی که از افغانستانن، از ایرانن، از عراقن و غیره، این نعمت رو بشناسیم. چرا؟ چون شما در این فضا، در این موقعیت سر سفره اهل بیتید. هر جا افسرده شدید، خسته شدید، فضای روزگار با شما سر ناسازگاری داشت، به یاد بیارید که پروردگار عالم این موقعیت رو به شما داد. حضرت سید الشهدا این عنایت رو به شما کرد. اینکه حضرت بقیت الله جای معین نداره یکی از حکمت‌های مهم دینی است. ما نمیگیم حضرت در یه جای خاصه بریم زیارتش، معتقدیم حضرت غائب از نظر اما حاضر در محافله. نص روایات داریم، حضرت صادق فرمود گاهی شما در بازار عبور میکنید، خرید میکنید، حضرت شما رو میبینند، دعای حضرت شامل حال شماست، شما ملتفت نیستید. این تعبیر میدونید چه؟ برای که به شمایی که در آخر الزمان هستید، به تعبیر ما آخر الزمان معلوم نیست آخر این زمان کیه، به شما و به ما خطاب میکنه که اگر به ظاهر از نجف دوری، از حریم حضرت رضا دوری، اما ارتباط تو ارتباط نزدیک. هر زمان اراده کنی به حضرت سلام بدی جواب میده. از همینجا به حضرت سید الشهدا عرض میکنید السلام علیک یا ابا عبدالله. یقین بدانید اونهایی که به این نعمت واقفن، حضرت میفرماید و علیک السلام. این کلام من نیست، روایات. شماها مشهد رفتید، وقتی وارد حرم حضرت رضا میشید اون اذن دخول ها رو ملاحظه کردید؟ اولین کاری که برای حرم رفتن میکنید چیست؟ اشهد انک تشهد مقامی، تسمع کلامی، ترد
جوابی رو به ذریح میستید، قسم میخورید، گواهی میدهم شما من رو میبینید، سخن من رو میشنوید، جواب من رو میدید. غیر از اینه؟ خب بنابراین ما این نعمت رو داریم، شما این نعمت رو دارید. وقتی متذکر این نعمت باشید امید در شما ایجاد میشه و از اون طرف جایگاه خودتون رو هم انشاءالله ملتفت میشید. اینا همش عرائض من به عنوان مقدمه است که بدانیم اگر نعمت شناس باشیم مفهوم عبودیت و پروردگار برامون آشکار میشه. حتی اگر این مفهوم رو هم ملتفت نباشیم زندگی ما زندگی با امیدی است. اینکه شما میدانید یه موقعیت خدا به شما داده، یعنی رها نیستید. من در شبهای آینده اشاره خواهم کرد، برخی از آیات میگه مهمترین نعمت اینه شما رها نیستی. من هستم، من در کنار شما هستم، شما رو رها نکردم. ما ودعک ربک و ما قلی، شما رها شده نیستید. خب این فراز اول. باز یه صلوات مرحمت بفرمایید. در تعبیر امروز این بحث نعمت شناسی رو میگن مثبت اندیشی. روایات متعددی داریم از لسان پیامبر اکرم و اهل بیت. بیان این روایات اینه مثبتات رو به هم بازگو کنید، نقطه های خوش و نعمت رو به هم بازگو کنید. آیه هم داریم شرحشو خواهم گفت، اما به نعمت ربک فحدث. اینها رو بازگو کنید. این نعمت ها رو بازگو کردن در بین شما ایجاد امید میکنه. جوانهای عزیز، اگر یه زمانی دلتنگ شدید، از شرایطتون دل پژمرده و دلمردگی ایجاد شد، به یاد بیارید که الان به عنوان یک مؤمن، یک محب حضرت سیدالشهدا در جایگاهی هستید که فضای تحصیل، فضای زندگی براتون فراهمه. همینجا میاد عزاداری میکنید، یعنی یک نمایندگی دارید، یک جایگاه دارید. از طرف کی؟ از طرف حضرت سیدالشهدا. از همینجا سلام به حضرت میدید، جواب حضرت رو میشنوید. یعنی همین زمین که به ظاهر از کعبه دوره، شما اینجا استکهلم دیگه، شما به ظاهر از کعبه بیش از 7-8 هزار کیلومتر فاصله دارید، کعبه مقدسه. به شما عرض میکنم به لسان روایات اینجا هم شده مقدس. چرا مقدس شده؟ چون شما در اینجا عبادت میکنید، در همین مکان ذکر یا حسین میگید، قداست از همین میاد. به پیامبر میگه اگر اونجا مقدس شد و انت حل بهذا البلد، چون توی عبادت میکنی، چون یه خانه‌ای برای عبادت بنا شده، اینجا هم عبادت بنا شده. پس این قداست فراهمه. زمین مقدس، مکان مقدس، دعایی هم که میفرمایید در یه مکان مقدس، این میشه نعمت، این میشه یک نعمت. همین رو متذکر بشیم چقدر در ما امید ایجاد میکنه. خانم و آقایی که تو این محفل آمدن خیالشون راحت باشه، به لسان آیات و روایات توی محل مقدس حضور پیدا کردن، یه مکان مقدس در اون طرف کره خاکی نسبت به کعبه، محل استجابت دعا، محل عنایت حضرت بقیت الله. اینو میشه نعمت. خب باز یه صلوات عنایت بفرمایید. یه شخصیتی داریم به نام عبدالله علایلی. سال 1914 در لبنان متولد شده. شیعه هم نیست، از اهل سنت. آدم متفکری، سالها در الازهر مصر، مهمترین دانشگاه میان کشورهای اسلامی که از قدیمی ترین اونها هم هست، تحصیل کرده و استاد شده. یه نخبه است. این آدم در اوج نخبگی، عرض کردم شیعه نیست، در اوج نخبگی چند کتاب نوشته که 3 کتاب از میان این آثار برای من و شما مهمه. ما میخوام در لابلای این صحبت نعمت شناسی این چند مجلسی که خدمتتون هستیم یه مقدار حسین شناس هم بشیم انشاءالله. حسین شناس هم بشیم. اول من از این دانشمند اهل سنت استفاده میکنم، در جلسات بعد برخی از مسیحیت و یهودیت رو هم بازگو میکنم که اینها هم حسین شناس شدن. حسین شناس شدن. عبدالله علایلی 3 کتاب نوشته در مورد امام حسین. این فرد اهل سنت 3 کتاب در مورد امام حسین نوشته. یک کتاب سمو الذات
فی سمو المعنا. عظمت ذات و عظمت معنا. میخواد حسین رو معرفی کنه، میگه ذات هم بزرگه با عظمته، مفهومم با عظمته. یک کتاب دیگهش روزهای حسین که این هم از کتب بسیار مهمه. کتاب سومش هم تاریخ حسین. جالبه یه فرد نخبه جهان اسلام از اهل سنت تو الازهر سالهای متمادی کار میکنه، از این عمرش سالهای متمادی رو حسین کار کرده، رو شخصیت حسین سلام الله علیه. خلاصه کلام او چیه؟ به تعبیر ساده میگه مهمترین نعمتی که من بخوام در دین اسلام بیان بکنم باید برم سراغ حسین. میگه نعمت بزرگی است، بشناسید و قدر بدانید. تعبیر اوست. میگه اولا اگر حسین نبود، این شخصیت بزرگی که داستان عاشوراش همه ادیانی که او رو شنیدند و از این تاریخ مطلع شدن اشکشون رو جاری کرد، اگر او نبود قطعا مکتب پیامبر یعنی جد او به ثمر نمیرسید. یه بیان عجیبی داره. میگه 50 سال از رحلت پیامبر گذشت، کاملا دین اسلام در مسیر انحراف قرار گرفت. کاملا اموی ها ضربه رو به دین اسلام زدن. اینا رو مفصل بحث کرده. خیلی خلاصش اینه، میگه هم حدیث پیامبر سانسور شد، هم خانواده پیامبر سانسور شد. در شام و در عراق خیلی نمیدونستن اصلا پیامبر خانوادهش کیست، فقط به نام 2-3 نفر میشناختن، حتی خانواده فراموش شد. تفسیر حقیقی قرآن کنار گذاشته شد یک حکومت 100% اشرافی اموی بر اساس شامات. حسین بعد از 50 سال یک دایره نبوت و شریعتی که تقریبا از میان رفته بود رو عوض کرد. عجیب اینه، این حسین نه لشکر 10,000 نفره شامی داره، نه سلاح‌های اونها رو داره، نه رسانه و نه ارگان سیاسی برای او فراهمه، اما سلاح‌هایی به استفاده کرده و در اختیار داره. این سلاح‌ها خیلی نافذن. یه مثال خیلی زیبا بیان میکنه. میگه من اگر بخوام مقایسه بکنم، شما میگویید پیامبر معجزه داره، من عرض میکنم حسین هم قطعا معجزه داره. معجزه حسین چیست؟ میگه وقتی نگاه میکنید مقابل یک نظام، یک حکومت با لشکریان و گسترده مجهز به سلاح، حسین یک سلاحی عرضه میکنه که این سلاح اون لشکر رو به زمین میزنه. 50 سال تاریخ سانسور شده رو عوض میکنه و از روز عاشورا مردم بر میگردن به شریعت پیامبر با آثاری که از عاشورا ایجاد شد. سلاح حسین کیه؟ عبدالله علائلی میخواد مثال بزنه، میگه یک نمونه از این سلاح‌هایی که معجزه گره یه طفل 6 ماه هست. حسین وقتی داره از مدینه خارج میشه، خیلی نزدیکانش میان میگن نرو. امام میفرماد نه، مسیر مشخص و روشنه. اونها میگن آخر این مسیر مرگ است، کشته شدن است. امام از اونها هم دعوت نمیکنه، میگه نه روشنه، روشنیش مشخص میشه. عبدالله علائلی میگه در روز عاشورا مشخص شد. به محضی که خبر این کاروان و این شهادت به مدینه رسید، ستونهای کاخ شام لرزید و اهل مدینه پشیمان و نائب شدند. این ادبیات عبدالله علائلی است. میگه بنابراین وقتی میگم حسین مکمل، کامل کننده و متمم و تام کننده شریعت نبوی است، به این جهته اگر او نبود مسیر 50 ساله با سرعت به حذف شریعت نبوی و صرفاً ماندن یک نام تمام میشد. حسین چه کرد؟ میگه حسین وقتی خارج شد خیلی ها به او زخم زبان میزدن، آخه کجا میری؟ لشکر نداری، تو مقابل یزید میخوای بیستی؟ یک جواب کوتاه رو این دانشمند اهل سنت بیان میکنه. حسین نشان داد لشکر داره. اون لحظه ای که این طفل در آغوش گرفت و مقابل لشکر ایستاد،
این مهمترین سلاح بود، سلاحی که دربار الهی به لرزه افتاد. یک شاعر مشهوری داریم به نام سید حیدر حلی، تقریبا 140 خورده ای سال قبل از دنیا رفت. در وقتی که او از دنیا رفت، میرزای شیرازی در سامره و در نجف 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. از جمله شعرایی است که مشهور این است خدمت حضرت سید الشهدا مشرف میشد، در حرم عرض ادب میکرد، دیدگان گریان. منقول است که ایشون خدمت حضرت بقیت الله هم رسیده. قصائد عجیبی دارد. یک قصیده دارد، یک بیت رو من روزه باز نمیخونم، فقط اشاره کنم. میخواد ترسیم کنه اون لحظه شهادت حضرت عبدالله رضی، وجود مبارک علی اصغر. عبارتش اینه، بیتش بیت عجیبی است، تعبیر اینه. میخواد بگه چه گذشت اون لحظه ای که حضرت این طفل شیرخوار رو به آغوش گرفتن، چه شد؟ کلام اینه، میفرماد و منعطفون احوا لتقبیل طفلهی، خم شد، میخواست صورت مبارک این فرزند رو ببوسد. و قبل منه قبله السحم منحرا، اما قبل از این که وجود نازنین حضرت سید الشهدا این دیدگان طفل عزیز رو ببوسد، ناگهان خیمه ها صدای شیون برخاست، مشاهده کردند، دیدن این تیر گلوی فرزند رو چاک زد و درید. الا لعنت الله علی القوم الظالمین والحمد لله رب العالمین.